این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخوندی به نام خرازی که اینطوری داستان استعفای زرشکیان رو لو داد. اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرم. رسما اعلام کردن و به خاطر همینم اینا کاسه گذشتون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان از موقعی که ایشون گفته دیگه نتونه که تهدید گذاشته کنه. فرمودن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرم. بعدم زرشکیان اومد و اینطوری جوابش رو داد. من استعفا بدم خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه اینا یه چیزی میگن. البته این همون زرشکیانیه که قبلا چنین قپی اومده بود. هر کاری کردیم ما نتونستیم با اون گفته هامون و قول هامون عمل بکنیم. طبیعتا از ادامه کارهای سیاسی خداحافظی خواهیم کرد و ادامه نخواهیم داد. جنگ و دعوا همینجا متوقف نشد و کار به جایی رسید که طرف به زرشکیان گفت الدنگ. دیگه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به قدری وسیع شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. بخاطر همین رئیس جمهوری داریم که این الدنگ هیچ فهمی نداره اصلا نمیتونه بفهمه مطالبو. خدا بگم چه کنه شورای نگهبان رو که مدن این همچه آشکاری رو من تایید کردن و لعنت کنه خدا بر مرندی خبیث ملعون که این رفت خدمت آقا اینو چپون تو پاچه این ملت. از اون طرف اژه‌ای گوشخوار به کمک زرشکیان اومد و آخوند خرازی رو اینطوری تهدید کرد. خب با توجه به اینکه ایشون در کسوت روحانیت به سر میبرن، موضوع رسیدگی به اتهامات نامبرده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار داره. بلافاصله دادگاه ویژه روحانیت نسبت به تحت تعقیب قرار دادن ایشون بعد از اظهاراتشون اقدام کرده. بر اساس آخرین اطلاعی که من دارم امروز ایشون احضار به دادگاه ویژه روحانیت شده و تحت تعقیب کیفری قرار داره. اونم که کار خودشو کرده بود با یه نیش ترمز به صحنه اومد و گفت من نبودم، هوش مصنوعی بود. ملاسف بدون توجه به این مسئله که بسیاری از فیلم‌ها و تصاویری که در صفحات مجازی هست اینها جعلی است و یا تقطیعی است. اگر خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است. اما نکته دوم، یک فتنه ما احساس میکنیم که در جریان هست. آخوندهای دیگه هم اومدن وسط و اینجوری به طرف لگد زدن. خاندان خرازی ها این در واقع مجموعه رو برای رمز ارزها با رانت انحصاری در ایران زدن و آقا اینا میلیارد براشون پول خورده، یعنی با همین خلوزیشون. من چرا اینو دارم میگم؟ برای اینکه ببینید وضعیت البته الان هم که حرفاش پس گرفته، دادگاه ویژه پخ بهش کرده، همه رو تکذیب کرده، اینا همه حاشیه است. ببینید وضعیت چقدر به هم ریخته است که یک کسی مثل این خلوز امروز موج رسانه‌ای درباره روحانیت ایجاد میکنه. این غضنفر نظامم که سوزنش گیل کرده روی شیخ فری اینطوری به دم و دستگاه اژه‌ای لگد زد. اما یک سوال دارم، این که وقتی بنده میام و اشاره میکنم به این که آقای روحانی توهین‌های مکرر به رهبری نظام کرده و من دارم از مظلومیت رهبری نظام دفاع میکنم در مقابل گستاخی‌ها و توهین‌های حسن روحانی، خب وقتی بنده رو محکوم میکنید یعنی چی؟ یعنی من به جرم دفاع از رهبری دارم محکوم میشم؟ اینجا معناش چیه؟ اون بالا که دعواها به اینجا رسیده دیگه تکلیف پایین ماینا روشنه. خیلی خوب، پس شما یعنی تز دینی که الالعبد جنگ باید بجنگید؟ نه، من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت زنبچی خودم. اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودت. ولو بلغ ما بلغ. وقتی قرار اگر اینطورم، حالا که اینطور نیست اصلا. تو چنین وضعیت درب و داغونی آخوندا دنبال اینن که بگن مملکت گل و بلبله. الان الحمدلله اوضاع مردم ما خوبه. این جمعیت زیادی که می‌بینید روز تعطیل یکی از هزاران نقطه‌ایه که
مردم ما میرن تفریح الحمدلله تو کشور ما، وسط جنگ با ابرقدرت‌ها. ما اینقدر قدرت داریم که مردم ما الحمدلله وسط این همه ناامنی و جنگی که اتفاق افتاده اینقدر تو آسایش و توی آرامش و توی شادی و شادمانی هستن. البته یه عده‌شون مثل این مشنگ چنین قمپوزایی در میکنن. الان ایران اسلامی یکی از 4 ابرقدرت دنیا در معنا و واقع شناخته شده. حتی بین اینها از برخی از جهات ممکنه دوم باشه، ممکنه سوم باشه، ولی سرجمش میتونیم بگیم که جزء این 4 قدرت جهانی هست و با باعث خیلی از نکاتی که الان اونها دارند و به ما تا الان ندادند، حتی حق وتو رو ما ظالمانه میدونیم، اما اگر بناست که هر حال بیاد و در اختیاری کشوری قرار بگیرد که بتونه با اون حق رو اعمال بکنه، این میتونه چیز مثبتی باشه. یکی نیست بگه تو قیمت ها رو بیار پایین، حق وتو باشه طلبت. 3 4 5 6 7 8 9 خدا شاهده 9 تا پسته خریدم 50,000 تومان. بفرما. و اینجاست که همه یاد این روزه آخوندا میافتن. اینجا ایرانه، اینجا طلبه ها بیدارن، اینجا ایرانه، اینجا آخوندان بیزارن. کارشناسای حکومتی هم وضعیت این روزای نظام و دشمنیشون با مردم ایران رو اینطوری بیان میکنن. طبقه متوسط ایران طبقه‌ای بود که شاه در آرزوی ایجادش مرد، یعنی نتونست ایجاد کنه. این کار روح الله خمینی کرد، کار جمهوری اسلامی کرد و الان با مخلوق خودش در افتاده. ولی تو وقتی مردم عاجز میکنی از اداره زندگی معمولی، بعد میگه چرا فحش میدی؟ بعضی این کامنت ها رو که پای بعضی مصاحبه های من هست، خب من دخترم برام بیشترشو میخونه خیلیاشو، میگه که مثلا نوشته، گفتم اینو، میگه لیلا عضو لوژ فراماسونریه. واقعا آقا این نشون میده تو لجه یارو رو درآوردی بابا، بس دیگه. هم به لحاظ فرهنگی اجتماعی، ملتی که 7 میلیون دانشجو تحصیل کرده لیسانس بالا داره الان، ما 150,000 تا تحویل گرفتیم بچا. نمیتونی باش سر یه تیکه زلف بزنی تو سرش. این هم هشداری که خودشون به خودشون میدن. بنده هم به آقای پزشکیان گفتم، هم به آقای رئیسی مرحوم گفتم که اگر این شرایط تغییر نکنه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. بهشون گفتم اینو. خبر تو خبر. سریال خالی بندی های پاسدارا درباره خامنه ای در مشنگستان نظام ادامه داره. ما داشتیم میرفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستادم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن. آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها. حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن نداریم. 300,000 تومانشون از من خواستن. آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن. اینم معلوم تازه از پای منقل بلند شده و حسابی در حال فضانوردیه. و اگه ما نداریم چه داریم؟ وقتی میتوانیم بفرستیم به فضا ماهواره بره، پس میتوانیم اون رو یه مقدار سرشو که کج کنیم قشنگ میخوره. کاری نداره، هیچ کاری هم نداره، خداوندم میدونن کاری نداره. ما چی میترسن اینها؟ یکی از کارهایی که باید این بار حتما بشود این است که پایگاه‌های آمریکا در منطقه زده نشود، بلکه خود آمریکا زده شود. که اگر خود آمریکا زده شد بدانید 2 بار 3 بار زده شد، آمریکایی‌ها ترامپ رو خودشون در زباله‌دان تاریخ میفرستن. اون دنبال فضاست، این پاسدارا هم چپیدن تو سوراخ موش. داداش سرباز سیدعلی خامنه‌ای اگه بشه تو این صحرا توی سوراخ کمین بزنه منتظر تو وای میسته. مردم آب تو دلتون تکون نخوره، ما تو آخرین قطره خونمون تو این صحرا و تو این سوراخ‌ها کمین دشمنیم. خیالتون راحت، شما هم خیابونا رو محکم بچسبین.
بازار بسیجی های مشنگ هم داغه. اون رهبرم از اون ترامپ لعنتی بگیرم. جمهوری هم ازش در میارم که حساب نداره. حتی این مدلی یا اینی که این مدلی قشنگ 103 هر مدلی که شده فرقی نمیکنه، یا اینی که 103 از لحاظ سایکیک، یا اینی که هر چیزی هم که هستش از لحاظ دفاع، یا اینی که از لحاظ حمله، همه مدلی میزنم تو اون دهنشو میارم پایین، جمهوریش در میارم. این هم یکی دیگه از جان فداهای ولایت که فکر میکنه خیلی خفنه. کار به جایی رسیده که تو کارناوال هاشون خودشون رو مسخره میکنن. من اون بیشرف هیچی نداری که اول گفت اینا به خاطر غذا میان رو پیدا کنم. حالا که تا اینجا اومدیم سریع به این امام جمعه مشنگ نظام بزنیم که خودش رو کشت که کلمه سنتکام رو بگه اما نتونست. ستاد از کنم آمریکایا در منطقه سپتامبر گفتن که سنتام نه سپتامبر، سنتام که در حقیقت سنتام فرمانده مرکزی آمریکایا. مشنگستان این هفته رو با کمدی استنداپ زرشکیان به پایان میبریم. ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون. آخه آذربایجان خنکه آقا. جسارت من تو زابل خدمت میکردم. شما میگین بچه که بودن؟ من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم. حالا دیگه چی میگی؟